و نشان خواهید داد که زن ایرانی در سادگی، در متانت، در تعمق، در تعقل، در کار، در فرهنگ، در خدمات اجتماعی، زبانزد خاص عام، چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهید بود و آخرین به اصطلاح ننگ اجتماعی ما که اون هم محرومیت نصف جمعیت مملکت را در برداشت از بین بردیم، آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کرد و دست به دست هم، دوش به دوش هم برای اطلاع، سربلندی، ترقی، آسایش، سعادت و خوشبختی